ای سفید ای ما در این شمال پگاهی کجا برو آمده؟ در خانه دلم تنگ شد. شبی در روز خوابم هم نبود. کمی در هوای تازه نفس گیرم. استاد ای سفید با هوای تازه میگیرم گفته سلفاتون زیاد نشود که بود نفستون قفا زند. کامپیر من عمرم دیدم. خدا بچه های در پناهش نگه دارد و مرا گر کنند. او سروسی من نشوید وقتی مردن نیست. ای کامپیر همه میمیرند. کسی دنیا گیر نیست. به همه شکر کردن لازم کامپیر. همه خیلو به هر حال بسیار سروسی من نشوید. کمتر طاقت کنید سفید. مبادا در این هوای سرد اگر باندگی کنید همه سرگردان میکنید. همش در دست پروردگار کامپیر. عمر هم گذشت. یک زمانه شب و روز مرا در این خانه نمیافتی. پی کار و بار و تشویش های روزگار به هر سو می رفتم و می دویدم. بچه ها کلان شوند گفته. شکری خدا همه‌شون کلان شدند و پی زندگی خود رفتند. شکر لیکن ایمی شکر لیکن عیبی زمانه باشد یا همین خیل باشد که بچه ها دور رفتند و خیلی کم خبر میگیرند. پس نانشان شدم. کامپیر بیا دستم نگیر.
آمدید با خونه میداری؟ کمتر در روی حولی چرخ زنم باغ و راغ تماشا کنم بعد. تشکر کمتر تشکر. امیر سفید احتیاط کنید باز نفتی. اشگال نه کمتر اشگال نه. شما رو در تلفن میپرسن اما زیرت گفت زنید. الو بچه جان این تویی در آوازت صدقه چیکاری اوتا؟ ایسا خدا باشه شما چیکاری؟ اینقدر دیر تلفن کردی؟ تلفن مادرم فقط گوشتگی همین تلفنی دستی آچت گاه کار میکند گاه نه. چی؟ نه شکر بچه جان شکر. سلامتی هم از آمیدید بچه جان. من نقص گویی؟ بچه جان امان باتید منم با بچه میاد گپ زنم. بچه جان نقص هستی؟ چیکاری اوچا؟ سوزی سلامتیت خوبه؟ همیشه خدا رو شکر سلامتیت چخیر؟ من نقص خیر نقص مو بچه ها چخیر؟ زنت صحت شد؟ اپاد گفت که زنت کسل؟ خیر شکر اکتا میبینی؟ ایمان رو ندارم نه رفته شدیدم گفت که با خروجی رفته خارجه رفته؟ امریکا رفته میگه صابر جان؟ بچه جان من از یک مرز قشلاق بیرون جایی را ندیدم. زمانه را بین که بچه یک قشلاق خردکک امروز به امریکا رفته است. شکر خدا بچه هم جهان دیده می شود. پروردگار از بلاها نگه دارد. چرا اینقدر وقت گذشت و یک بار به دیدار بینی ما نآمد؟ یا کارش بسیار باشد؟ اقلا مثل دادرش کم کم تلفن میکرد. به مهر شدند بچه ها. شاید به مهری زمانه است. مسافر گپ زنید. مسافر چی گپ؟ پشتون کار شده است بین و با تلفن گپ زنید. کی؟ صابر جان. صابر جان؟ ها بچه جان درست
چیکار دارم؟ بله بچه جان. ها میفهمم بچه جان. یاد کردم بچه جان. یک توی وکت روبرو میدیدم. همش نه بچه جان. ای من با تلفن. الو. صابر جو. صابر من بشکی بچه. صابر جو. ارتقام ازش نیست. کشین خل نبود. چند روز باز خواب ندارد. روی حولی میبرد. ایسو میگردد. اوسو میگردد. شما اونو میپرسد. ما دکتر خونه نبرده؟ نه بچه جان ما کجا میریم؟ یک می اومدی؟ چی؟ بعد یک ماه؟ با دیر نشود بچه؟ میبینیم مایلش من میفهمم کارت بسیار. از کجا؟ من نفهمم. چند بار تلفن بیرون شد. بچه که همسایه برده ساز کرده آورد. حاضر با ویرون شده است. مایلش من میفهمم بچه. مایلش نه خیر بچه خودت احتیاط کن. مایلش مایل خوب. زرینا بیا بچم تلفنت گیر. لابد بیجو رحمت بچه. نمیازد بیجو بچه افتن که اگر اگونچی در کار باشد بیارم. رحمت بچه اگونچی در کار شد میگوید. حضور رحمت بچه. من رفتم. امو سفید خیزی کنه شد با خانه دوید یکی آچوی گردن کننش اگونچی سخوره دوی خرشمیسش. سرم در کرده ایستاده است. شما زیق شدید. با صابر جان گفت زدید زیق شدید.
کمپیر تو هم زیغ شدی یکی نشان نمیدی گمان میکنی که من نمیفهمم همش رو میفهم از من دیده زیادتر تو زیغ شده بچه های پزمان شده چه علاج زمانه هم میخیر شده از کمپیر میخیر نگوید یک من و شما نیکو تمام جوانان از پسی خواندن و زندگی برآمده رفتن راست میگویی کمپیر راست میگویی میامدند و میدیدیم ارمان ما میشکست کمپیر بچه کلان میکردیم باز به بچه میماندیم این خیل نگوید مسافید شکر گوید بچه همون خوندن کار میکنن زندگی خوب دارن شکر پروردگار کمپیر لیکن این مسافه بیدار شد نشد یک خبر گیرم مصطفی